ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Ин лаҳза мо дар ноҳияи Муъминобод қарор дорем. Ана ин роҳ ба деҳаҳои дуо ва чилдухтарон рафта мерасад. Ана ин роҳ бошад, моро ба деҳаи Садбаргоҳ ва деҳаи Марғак мебарад. барномаи қиссаҳои мардуми кӯҳистон ин лаҳза аз деҳаи Садбаргоҳ ва Марғак таҳия шудааст. қиссаҳои ҷолиб ва рангин дар ин барнома шуморо интизор аст ва моро ҳамроҳӣ намоед. рафтем. дар ин минтақаи кӯҳистони ноҳияи Муъминобод дар деҳоти Кулчашма деҳаҳои Алака, Марғак аз қадим мавзеъҳои аҳолинишин мебошанд. инҷо мо қиссаву ривоятҳо аз таърихи гузашта ва имрӯзи деҳа оиди баъзи иҷтимоии ҳаёти сокинон, он чизе ки шумо дар бораш то имрӯз танҳо шунидаед, нақл мекунем. барномаро аз шарҳи маънои номи деҳаҳо Алака ва Марғак шурӯъ менамоем. бо диққат тамошо кунед, аҷиб аст. Алака, Садбаргоҳ, Марғак чӣ маъно дорад? барои кушодани ин мафҳум мо ин лаҳза меҳмони яке аз сокини кӯҳансоли ҳамин деҳа ҳастем, акаи Исмоил. ассалому алайкум, акаи Исмоил. шумо нағзен, саломатиҳо хубо, акаи Исмоил? خوش باشه. خوش آمدن با وطنهای ما. بهار و نوروز را یک تبریک میکنیم در شخص شما تمام مردم ترکستان، تمام مردم عالم را صلح، صلاح، تنجی، امانی، سری، پری، درستی میخوایم در دنیا فقط صلح باشه، تنجی باشه. раҳмати калон саломат бошед. акаи Исмоил, маънои номи Алака, маънои ном ҳамин мафҳум همه شما در بسیار لغت ها کاسم نیفتم نه که با فیلم معناش همیه که یک خیال در سری راه های مایه طرف دو میگن قریب 100 قشلاق بود. همین مردم همین زمین آمد شوا همین زمین سودن با فیلم همین کلمه معناش علاقه خیلی اینجا شوی فونچی اشتانه سوداش در علاقه نام گرفتند و علاقه یک خلوخو قدیمترین نوحیت برای چی در خلوخ خدمه ممکن همین خلوخ از پیدایش انسانیت انسان ها زندگی کردند سبب اون است که مردم ما از قدیم همون جای سرآب و زمین جنگل همه شرایط را بر حساب میگرفتند در همونجا منزل میکردند. انا همین خصوصیت ها با فیلم سببی مقیمی شدن مردمی همین دهات این دهه یکی از دهه های قدیمترین دهه نامدار ناحیه ولایت جمهوریت در این دهات سالهای سیم با شالیکاری مشغول بود که از هر گلتر تا 90 سنت شالی میگرفت. در این رئیس کلخوز بابای نظر و براد بود. اگرانوم جابور رسولов کاتب سکه ترکستان اولین فعالیت کارش اعظمی سرکردگی آنمو سالهای که فعالیت کرد هر گلتری 80-90 سنتی گرفتن شولی زمین علاقه. انا رئیس کلخوز بابای براد رو برای کامیابیاش با کامیابی خودجای خلق استر رفت. انا جابور رسولov ایمی برای موفقیت حصولی و فرمان گرفته همینجا سبزی رفت تا کتب سکه رسید. همینجا جابور رسول زندگی میکرد؟ نه اینجا کار میکرد. اگرانوم کار کرد. بعد انستیتوت خودجای خلاق همینجا روانش کردن. همینجا 2 سال اگرانوم کار کرد. اینجا با شخصیت های معروف داره؟ بله یا شخصیت های معروف این آدمایی هستن که یا سفر موجود میگن و مدرسه داریم دانشگاه ملی رو با کسب شخص‌شناسی و 10-12 سال در مملکت‌های عربستان، مصر، سوریه و عرب همونجا همشه ترجمه کرد. من از وی 3 کتاب دارم با زبان روسیه، من او را خواندم. زاده همین جای او یکی از نویسنده‌ها ژورنالیستان و یکی شخصیت‌های بزرگ همین ناحیه است و مدد او با تمام مردم‌های کمبغل به شروع می‌رسد. خیلی روح شاد بود او اولم گذشت است. اینجا مرغک هم هسته؟ مرغک اینا دهه پایانی اینا همش یک مرغک او دهه یک یاشده است. دهه هم مرغک هم آدمای نامدار معلم رستم 50-60 سال معلم دیرکتور مکتب بود. از دهه مرغک نویسنده جنگ نامه‌نویس عبدالرحمن
آدمی دهی مرغ که خیلی چندین دیگر آدمات صاحب معلومات چیز کردن باشی رفتن به هر طرف در خدمت این خلق چی با مرغک میگن؟ مرغک از اصل دعوت یافتم این کلمه از کلمه مرغ جایی که چشمه و سبزه و درخت از کلمه مغزار گرفته جای یکی شکل کوتاهش کردن بنده که اکه همراه کردن سو که اکه مرغکش کردن ها دیهای زیبا از این پایانتر دیهایی است که یکم دیه برابری چشمه ندارد قریب 100 تا چشمه دارد امو بلندیا میان هر یک از به امو حولیش چشمه ها را کشید چیز کردن چشمه ها نام دارد چشمه اسکندری چشمه میرزایی چشمه رستمی چشمه خربان آوری انتری هستند فراموش نکنیم یکی از شخصیت های بزرگ یکی از پهلوان های نامی تاجیکستان SSR خربان پیرنظر به نام خربان آوری چمپیون شنکراتای تاجیکستان آدمی دهه مرغ کرد وای اول مغلوبیت ها نمیداند همه وقت در معرکات اشتراک میکرد تا 10-20 دست میگرفت غالب میومد دیها بانو ای آدمو فخر میکنن. این انسانی نجیب اسماعیل جبینوف یکی از شخصیت‌های معروف ناحیه مومن‌آباد در این دهه عمر به سر میبرد. او شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار است. مؤلف مجموعه‌های ترانه عقابی آزاد و آینه حقیقت میباشد. حضور می نویسم. حضور گفتن اونا که 4 تا نمایش ما غیر ژورنالیست شعر حکایه و گن نویسن ما دراماتورگ گردم خلم یوازم 4 تا شیما در نمی تئاتری خلقی به نمی گذاشته شد یک از آنها قصه جنگاور تاجیک با درجه بود که خیلی بسیار علامه‌وار بود که مردم زال قریب حس کردم که گریستن نهایت خوش قبولش کردن ما گفتم همی را روان کنیم با تلویزیون رو ببینن اما که اسماعیل با چهره کشاد گرم و صمیمی با ما صحبت کرد او را انسیکلوپدیای دهه و ناحیه مومن‌آباد گویم خطا نمی شود. با مصلحت استاد سیر یکی از جایهایی که مردم دهه این موضع را مقدس می حسابند پیراهه‌های سنگار را طی کرده رفتیم. در نوشته‌هایش از تاریخ دهه موضع‌های زیارتگاه یادآور گشته است. با مصلحت استاد ما اینجا با یکی از جایهایی که مردم قشلاق آن را مقدس می‌شمارند آمدیم. استاد قصه کنند درباره همین موضعی که مردم مقدس می‌شمارند. ایران شلچانو علاقه میگن یکی از جای مقدس‌ترین مامی دهه حتی ناحیه از جای دوردست همیان آدم‌ها از قدیم با همین درخت زیبایی و اون با همین چیز افتخار داشتن ایجاد آدم‌ها کودکاش نمیارن نظر نیاز گو که عمر دراز عمر چنار میخوان اعتقاد که باشه عمر دراز باشن در اینجا آدم‌ها مدد حتی نوروزی هم میگذرونن خیلی خدایی میکنن حتی آدم‌های نامدار ولایت اومدن چشمه تابستون دم میگیرن من کارگرها خوزالی خلق بسیار وقت اما وقت چون در زیر همین چنار میذارونن. شما دم یک الهامت در ایجادیاتان همین چلچناری علکه درباره غزل دارم دوستم فراموش کردم من خشب میدونم که چلچنار خوالی دیگر ندارم من هوس هر زمان میگیرد مرا خمار چلچنار علکه. سلامت باشید استاد. سنگاوی که از بین دهه میگذرد با فرآمدن سیل بهاران پر از آب میگردد. خطر هم دارد لیکن طلا دارد. در پایین دهه در دهه دیگرس کارخانه های خردی طلاکاری موجود میباشند لیکن شغل اساسی ساکنان دهه دهخانی و چارواداری است. هر یک حولی باغ دارد. چارمغز و سیب و گیلاس آلیچه و زردالو اینجا فراوان است. در دهه صدبرگاه قریب در همه حولی ها درختی چارمغز هست یعنی معلوم که ساکنان اینجا با
باغکاری هم در برابر چاره‌داری و کشاورزی مشغول میشوند. باغ پروری. خب شما گپ زنید. شد امروز از یک تنه درخت چهارمغز شما چقدر حاصل میگیرید؟ این وابسته به نوع چهارمغز هستند. چهارمغزی است 100 کیلوگرم حاصل میده، چهارمغزی است 100 کیلوگرم. هر خیلی است. غیر چهارمغز با کدام نمودهای درخت هست در حولی شما؟ این مورد سیب هستند. سیب است. سیب است، نوک است. غیر باغکاری اکی علوم با شغل مردم یک قشلاق چیه؟ کشاورزی، چارو پروری. چارو پروری. بله. جوان‌ها با چیکار مشغولند؟ جوانان با اون مهنت بکنن، کار مهنت. با پروری و هنرهای مردمی چی؟ هنرهای مردمی هست آدم سواد می‌بافند. سبد می‌بافند. آهنگری کشی آهنگری هست چنگیری سبد بافی هست. مثال استوگی هستن. طبق تراشی. مهاجرت هم میروند؟ یا مهاجرت مهنتی میروند. مهاجرت مهنتی هم هستند. در این منطقه کوهستان مومن آباد با زیاد شدن شماره اهالی دهه علکه و دهه مرغک با هم پیوست شدند. دهه با آب نوشاکی تامین است. مشکلات این راه است. راه‌های بین دهه با بازسازی نیاز دارند. در این سفر هم صحبت من اکای سیفالدین است. اکای سیفالدین چند ساله می راه میرین میرین شما؟ ما شروع خدای نکرد قریب 50 60 سال می راه رفتیم می راه مکتبمون در کلشما می‌خوندیم. همین راه می رفتیم می اومدیم. خیلی شروع خود بود همین مرغک با همین راه رفتیم اومدیم. این راه شما همین خیل بود یا همین خیل ویرانه بود؟ این قطعه رو حاضر سازای؟ راه‌های ویرانه چی؟ دعواش همین خیلی بود که راه اسفالت بود. راه خشلو بود. هنوز کوز یک تعمیر کی نمیکنن مشکلی است نه کی شروع همین نیت است استم جام کردگی مردم همین هفته ممکن سانکشا سر کنن همین باید سانک پوش شود با خیلی با سر میشه. در این سفر ما از دهه مرغک هم دیدن کردیم. آب و آبادی گفتند. این موضع که ما قرار داریم سیروب است. همسفر ما ساکن دهه مرغک امکی سیفالدین ما رو به اینجا آورده است. این آسیاب آبی رو او ساخته است. در خدمت مردم است. طوری که گفتند هموز و هم مینتداری. مرغک سیروب است. این چشمه ها همه از کوه ها جاری میشوند و از همین فرصت امکانیت استفاده نموده اینجا امکی سیفالدین آسیاب ساخته است. امکی سیفالدین درباره همین آسیاب همین ایده آسیاب شدن شما چه خیلی سر شد؟ چه خیلی پیدا شد؟ همین وقتی که پدر مستقیم در بر پایان آسیاب داشتیم جا داخل سفر بود گرفتن همین جا بودیم خاطر پدر مامی آسیاب بسوز کردیم همین مردم خدمت کردیم کردی شدیم اور میکریم آسیاب آبی آسیاب آبی سنگ آسیاب آب دور چرخ میزنه در میره چرخ میکنه چقدر مشکلات مردم شما آسان میکنه نمیجا ما چه خاله که مردم ما با خدمت خوب میکنیم اور ناسشون میکنیم همین معقول شون میشوه همه وقت هم جمعیت ارد میکنن و میگرن میبرن کامش که نمیتونه تکنات رو ای خوناش میارم گندمش ارد میکنم برام خوناش دارم اورچا گندم شختون میاره میارم اخر شخص میبرم میکنم اما موسمی کی اما موسمی کور موسم اساسیش کدام همین ما سنتبر و اکتبر تا همین نیمه نوامبر هم سه ماه سوزونی داریم همین سون در ارد سه ماه موسم اساسی سه ماه موسم داریم همین سه ماه رو ارد میکنیم از اون میتیم خیلی بعد این وقتا بعد کم میشه دیگه بر نیست در یک روز چقدر گندم ارد میکنین همو دوره ده همین دوره که او ما در بسیار بود ما تو 17 18 قبچه تا 20 قبچه یک سوتکه میزدیم این سال بسیار گرمی اومده گو کامشی تو 12 13 قبچه یک سوتکه ارد میکرد سنگ آسیاب در گردش است. با تماشای گردش سنگ و ارد شدن گندم فهمیدیم که سنگ آسیاب را از دهه لیجک آورده است. سنگ را اوستای سنگ تراش تراشیده است. آب خنک اکا سیفالدین در مرغک همه خیلی چشمه بسیارن؟ بسیار شما در کجا میسون؟ این همیشه شما هم حساب کنید چشمه همی آبی توز است و در گرد اطراف همی خشلات مرغک
همه خانواده چشمه است. در خونه ها هم هستن همه چشمه. خونه چشمه بابا نزدیک وادپروش میکنن. این از جهت اکولوژی آبی تازه توزه نوشیدنی و شفایی هم هست ببینید. شفایی هم است و آبی چشمه وابسته به موسم است. موسم مثال و- زمستان چخیلی اگر زمستون باشه به چشمه چکر که است میبره چشمش آبش گرمه. عادت چی قدر اگر هوا گرم باشه اینا خودی چیزا خورده نمیتونه خنکیشه. این تابستان ده. تویستون هم یه چیزا خورده نمیتونه همین خیلی آبی خنک خشن میشه. زمستان ده گرم. زمستون در گرم من چیکار دست رو تابوشی با حضور همین میتونه که بشوی. بگذار دوی مو همین خیلی باشه. کم نشود. در دهه مرغک آسیاب آبی در علکه باشد با هنری سبد بافی واخوردیم. در دهه صدبرگو انا در این حولی سبد می بافند. هم صحبت من بابا جان شما گپ زنید کدام نمودی سبد ها همینجا هست توضیح در پیش ما. یه سبد فروتنیه سبد برای قرودگیری این سبد برای قرودگیری انا این سبد برای چه؟ برای گو ککنی برای این خیلی میمونه نه؟ این یک برای انا اینشم برای گو کنی یا چند چیز استفاده بوده میشه با چی دست بوده مرشه؟ غری انگور میاری کارتوشک میاری همین ده اینشم هم خیلی این سبد چیه؟ ایشم فرو اکر درباره این فقط کروت ها اینجا این در بچه داره در بچه داره اکر گاب زنکی همین ثبتی از کدام چومه بفن از کدام درخت شولاش شولاشی چه درخت است شولاش درختی دادی درادیر میشه در حوالی نمی اینجا سبزم نمیشه میشه اگر بیاری بکنی. اگر بیاری بشنو نمیشه این چه نازکی داره همین ثبت بافی سکیش هم یکی مو لگن میمونه از زمین هر گاهی چورا مو از زمین سیخ میکنیم اینا جوخ نمیکنیم تاق میمونیم تاق میمونیم که وقت تاق مونه برای نیرو ایش دیش چی خوی نشود. خوی نشوه این شلاش نمیشکنه اوزیر با هم خیلی ثبتایی شدن که تقسیم میکنن توی نمیروند دسترخوان میکنن این خیلی میبافین شما بعد خیلی بزرگ خریدار داره مثال یک روز در چند سبد میتونی بافته در روز یک 5-6 نمیتونم 5-6 سبد ایو با این و دیگر تاثیرات های برداشته‌مون این برنامه رو جنبست می نماییم. و شیر خوندی از تنق فاسون. بینندگان ارجمند این بود برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان از دهه صدبرگوی ناحیه مومن آباد تا بازدید در یگان دهه دیگر خیر